اگه گشنش بشه یه آدمو درسته قورت میده. اینا اژدها نیستن. مار پیتون یکی از بزرگترین مارهای جهان با 10 متر طول و 200 کیلوگرم وزن بزرگترین مار جهانه که توی برزیل و استرالیا زندگی میکنن. جالبه بدونی این هیوله ها زهر ندارن، بلکه با حمله و خفه کردن طعمه اونو میخورن. برخلاف پیتون ها، مار کبرا یکی از زهراگین ترین مارهای جهانه، به طوری که میتونه سم خودشو 1.5 تا 3 متر پرت کنه و سالانه 138,000 نفر در جهان بر اثر زهر این جونور جون خودشونو از دست میدن. بی خود دنبالش نگرد، چون به خاطر رنگش توی محیطای سبز میتونه استتار کنه. یکی دیگه از مارهایی که دیدی باید فرار کنی شاه کبراست. این لعنتی طولش به 6 متر میرسه و با هر نیشش انقدر سم آزاد میکنه که میتونه یه فیل یا 20 انسان رو بکشه. خبر بد اینه که هر شاه کبرا میتونه 20 تا 50 تا تخم بذاره و این قاتل حرفه‌ای بومی آسیاست. حالا به نظرتون خطرناکترین جاندار روی زمین چیه؟ اگه به حیات وحش و دانستنی علاقه داری، پیج آنکو فاکتو فالو کن.